همدیار عزیز قرار داریم در خوجگی توج اگروی ناحیه همدانی 7 ایول. من باز یک نمود انگوری نو از عربستان وارد کردگی از اگیپت. این کشمش سیاه می باشد، نامش رو نمیدونم. این هول چشیدم ترشتر است ولی نپخته است. بگمانم پزد اگر بنهایت سیاه می شود. باغ منم خیلی باغی کلان. این خوجگی توج اگرو بسیار مهنت کردگی 50-60 هکتار بگمانم یا زیادتر انگور زور کردگی. انگورهای پیش جهان رو وارد کردگی با همراهی انگور پرورهایش. من این انگوری کشمش سیاه نماشو نمیدونم. خوز میچشم من همینجا. بسم الله الرحمن الرحیم میگم باش که شیرین است، ترش است یا نه. تخمینا 20 روز دیگه هست که این شیرین شود، خندش رو گیرد. همدیران عزیز به شما یادداشت میکنم که در جهان حاضر رفته سودا همیشه تندنسی که همه جورا کشمش پرورش میکنن. انگور دانه‌دار از بین رفته سودا است برای بازار جهانی. انگور دانه‌دار در بازار داخلی میشود. خودمون کیف کرده حسینی خودمون رو میخونیم و خارجی من همین کشمش رو روان میکنیم. نصیب باشد این یک از پیشروی ها در ساحه انگور پروری در تاجیکستان است که خوجگی توج اگرو در این سمت یک از پیشرفت ها می باشد که کشمشی هر نمود یک 10-15-20 نمود ممکن آوردگی باشد. این دویم نمودش هست ولی با یک نمود دیگه سفیدش هست میریم تماشا میکنیم. سفیدش رو هم چشیده به شما میگویم چقدر است. انا این کشمش نامش رو نمیدونم، خیلی زیاد میشد. خدا خواهد نهال اینم بسیار میشود. این کشمش کلان تر بود است نظر با کشمش سرخ کلان تر. این ببینید. انا همدیران عزیز ما آفرین میگیم به رهبریت جدید توج اگرو. یک جهان تشکر برای کارهایتون. خدا در پناهش نگاه دارد.